آیا یوگا توی بارداری واقعا خطرناکه؟ سلام، من سحر هستم، ماما و مربی بین‌المللی یوگا بارداری. برای جواب دادن به این سوال رفتیم سراغ یک مقاله علمی توی مجله Clinical Obstetrics and Gynecology. عنوان مقاله یوگا این پرگننسی هست. توی این مقاله اومده که یوگا تمرین ذهن و بدنه، شامل حرکات کششی، تنفس‌های عمیق و مدیتیشنه. چیزی که باعث شده یوگا تبدیل بشه به یک ورزش مناسب برای خانم‌های باردار اینه که یه ورزش کم فشار، هدفمنده و حرکاتش قابل تطبیق هستن. گفته میشه که فواید یوگا خیلی گستردن و شامل کاهش استرس، اضطراب، دردهای کمر، میگرن و حتی توی شرایطی کاهش فشار خون و دیابت رو هم واقع شده. اما یوگا واقعا چجوری اثر میکنه؟ چندین نظریه در مورد این موضوع مطرح شده و گفته شده که این تنفس‌های عمیق که همون تنفس‌های پرانایامیک هستند روی سیستم عصبی پاراسمپاتیک اثر میذاره. در دوران بارداری تغییرات فیزیولوژیک و طبیعی اتفاق میفته، مثل افزایش حجم پلاسما، افزایش ضربان قلب و برونده قلبی. با انجام دادن یوگا سیستم عصبی پاراسمپاتیک فعال میشه و ممکنه از طریق فعالسازی سیستم عصبی پاراسمپاتیک این تغییرات رو متعادل کنه. اولین مقالات داوری شده در مورد یوگا بارداری توی سال 2005 نشون داد که زنانی که در دوران بارداری خودشون یوگا انجام میدن وزن تولد نوزاد به طور قابل توجهی افزایش پیدا کرده، بروز زایمان زودرس و محدودیت رشد جنین به طور معناداری هم کاهش پیدا کرده. افسردگی توی دوران بارداری شایع هستش. اعدادی که داخل این مقاله گفتن حدود 14 تا 23% هستش. توی برخی از گزارش‌ها هم تا 50% از زنان در دوران بارداری ما افسردگی رو میتونیم در اونها مشاهده کنیم. بر اساس نتایج مطالعات اونها یوگا کردن توی بارداری به عنوان یک گزینه جایگزین قابل اجرا برای مدیریت کردن افسردگی در دوران بارداری هستش. در زنانی که در دوران بارداری یوگا انجام میدادن از یک بار در هفته تا تمرین‌های روزانه که میرسید به زمان زایمانشون، نمره اضطراب به میزان خیلی قابل توجهی کاهش پیدا کرده بود. یکی از شکایات شایع در دوران بارداری کمردردهای پیشرونده هست، مخصوصاً توی قسمت کمری خاجی. تمرین‌هایی که بر کشش و تقویت عضلات پشت و شکم تمرکز دارن اغلب برای کاهش دردهایی که مرتبط هستن با دوران بارداری توصیه میشن. مارتینز و همکاران به این نتیجه رسیدن که انجام تمرینات هاتا یوگا به مدت 1 ساعت در هفته تا 10 هفته به میزان قابل توجهی میتونه روی کاهش دردهای ناحیه کمری لگنی تأثیر بذاره. و همچنین انجام یوگا برای 3 بار در هفته، هر بار نیم ساعت و توی یک بازه 12 تا 14 هفته‌ای میتونه تأثیرات مشابهی رو توی دردهای دوران بارداری بذاره. مطالعه روی مامان‌های باردار در حین زایمان انجام شده بود توی تایلند. یک گروه مراقبت‌های معمول دوران بارداری رو انجام داده بودن، یک گروه هم به مدت 10 تا 12 هفته یوگا کرده بودن در دوران بارداریشون. نتایج نشون داد گروهی که تمرین‌های یوگا رو انجام داده بودن احساس راحتی بیشتری رو در حین زایمان داشتن. همچنین مرحله اول زایمان توی اونها به طور قابل توجهی کوتاه‌تر شده بود. اختلالات خواب توی دوران بارداری خیلی شایع هستن و ممکنه اثرات نامطلوبی روی مادر بذارن، مثل زایمان زودرس و مسمومیت‌های دوران بارداری یا همون پرکلمسی. تغییرات خواب ممکنه به خاطر اون تغییرات فیزیولوژیکی باشه که در دوران بارداری برای مادر اتفاق افتادن، یا اینکه مادر به خاطر نقش والدی یا زایمان دچار اضطراب و استرس میشه و اینجوری روی خوابش هم اثر میذاره. یه مطالعه‌ای توی کالیفرنیا انجام شد روی 15 زن سالم و کم خطر در دوران بارداریشون. هر زن به مدت 7 هفته توی کلاس‌های مدیتیشن آگاهانه و هاتا یوگا شرکت می‌کرد. نتایج نشون داد که زمانی که تمرین‌های یوگا از 3 ماهه دوم شروع بشه، تغییرات خیلی قابل توجهی رو توی کیفیت خواب نسبت به خط پایه نشون میده. این مطالعه شواهد امیدوار کننده‌ای رو در مورد تاثیرات مثبت یوگا روی بهبود کیفیت خواب توی دوران بارداری ارائه میده. در دوران پس از زایمان تعادل هموستاز در حال برگشتن به حالت قبلی خودش هستش و مادر داره با یک زندگی جدیدی سازگار
دچار میشه. استرسی که مادر توی این دوران تجربه میکنه رو ما میتونیم با استفاده از مدیتیشن، تکنیک‌های تنفسی و تمرین‌های بدنی کاهش بدیم. توی این قسمت هم گفته که تا به امروز 2 مقاله در مورد اثرات یوگا در دوره پس از زایمان رو مورد بررسی قرار داده. توی یکی از این مطالعات که روی 23 زن انجام شده بود، نشون داد که انجام دادن تمرینات ورزشی به مدت 60 دقیقه 1 روز در هفته به مدت 3 ماه میتونه به میزان خیلی قابل توجهی نمره اضطراب و افسردگی رو بیاره پایین. توی چه کسانی؟ افرادی که در معرض خطر بالای افسردگی بودن. 3 سال بعد یک کارآزمایی بالینی تصادفی کوچیک انجام شد که اومد نتایج مطالعات قبلی رو تایید کرد. توی این مطالعه 28 زن از 57 نفری که در معرض خطر بالای افسردگی بودن توی کلاس‌های یوگا شرکت کردند. به مدت 8 هفته 2 بار در هفته و به صورت خیلی قابل توجهی میزان اضطراب، افسردگی و کیفیت زندگی مرتبط با سلامت در اونها بهبود پیدا کرده بود. زنانی که تو گروه یوگا بودن توی دوران بارداریشون سطح طبیعی اسید اوریک و پلاکت رو حفظ کرده بودن که این امر خطر ابتلا به سندرم همولیز، افزایش آنزیم‌های کبدی و کاهش تعداد پلاکت رو کم میکنه. اینم از بررسی یه مقاله در مورد یوگا توی دوران بارداری. ممنونم که تا آخر ویدیو همراه من بودید.